اگر وقت داشته باشی مرا زن بزن. اگر وقت داشته باشی مرا زن بزن. اگر وقت داشته باشی مرا زن بزن. دوستانی عزیز، برادران و خواهران، همین صدا را شما شنیدید. بله، این صدا یک زن تاجیکی است که در همین مهاجرت، در همین فدراسیون روسیه، شوهرش او را با یک کودکی خرد در همین سرده زمستان پرتافته رفته ایستاده است. سببش در چیست؟ بله، میدانم که بر بسیاری شما سببش معلوم است و من خواستم در این باره بر شما معلومات دهم. خب، از همه شما خواهش میکنم که تا آخر خوب گوش کنید، بعداً فکرهای خود را نویسید و در زیر نوار لایک گذارید تا اینکه دیگر زنها به چنین فریفته های مردها باور کرده زندگی خود را در خطر نگذارند. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. دوستان عزیز، امیدوارم که هر یک شما خوب هستید و بر کل شما سلامتی خواهان هستم. این شب یک زن تاجیک بر ما پیامک فرستادند، چگونه که صدایش را شنیدید و این با هنگامی با این زن صحبت کردن، این زن چنین گفت: 3 سال پیش این زن به فدراسیون روسیه می آید و با یک مرد ازبکستانی به شوهر می براید. آنها زندگی خوب یک جا کار می کنند. پس از سال صاحب فرزند می شوند. این زن می گوید که روز تا روز معامله شوهرش با این زن کم می شود و روزی هنگامی از کار برگشتنش می بیند که شوهرش با یک زن دیگر معامله کرده گشته است و روزی خود را با او زن می گذرانده است. بله، در زندگی زنها بیرشک نمی شوند و این زن نزد شوهرش می رود و می گوید این کی است؟ خب آنها جنگ می شوند. از همان روز تا این جانب معامله بد در بین اینها می شود و این زن 1 ماه است که در کوچه سرسان و سرگردان می گردد و امروز در همین سرده زمستان این مرد زنش را با یک کودکی خرد، کودکی 1 ساله، پرتافته خودش به من وطن خود به ازبکستان رفته زن می گرفته است. جوانی 26 ساله، یعنی سال تولدش 1995. از همین سبب دوستان عزیز، مقصد ما همین است که با چنین مردها از همه زنهای تاجیک خواهش میکنیم که به همان مردهایی که از دیگر دولت هستند باور نکنید، زیرا آنها آینده شما را فکر نمی کند. آنها برای استراحت خود، برای کیف صفای خود شما را در نکاحشان میگیرند و باز با دیگر زنها کار میکنند و این زن امروز خیلی پشیمان است، اما پشیمانی ندارد عاقبت سود. از همین سبب دوستان عزیز، کسانی که کمک کردنی هستید و همین رقمایی که شما میبینید، به همین رقم‌ها کرته هست، کمک کنید تا اینکه این زن را هم به یگان مکان خوب یا اینکه نباشد به تاجیکستان ما روان کنیم و تا در همین سرده زمستان در کوچه نماند. انشاءالله که از برای الله هر کاری میکنیم، خداوند ثمره‌اش را هم در این دنیا و هم در آخرت بر ما نصیب میگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.